بریم ادامه سبک زندگی جنگل نشین‌های تالش رو در زمستون ببینیم. قبل اینکه فرشته خانم شروع کنه به نون پختن، برای یه سری گوسفندهایی که تازه بره به دنیا آورده بودن غذا آماده کرد. فرشید هم بدون کاپشن داشت میچرخید و بازی میکرد، یا برف میزد و در میرفت و یا جوجه ها همبازیش بودن. یه جایی هم با بلندگوی شارژی آهنگ گذاشتن و یه جور جذابی میرقصید. اما وقت درست کردن نون شد. تنور داغ شده بود و آماده چسبوندن خمیر. فرشیدم که از برفبازی سردش شده بود اومده بود پیش مادر و تنور تا گرم بشه. این همه شور و سرزندگی و کارهایی که به عنوان یه عضو خانواده انجام میداد خیلی برام جذاب و دوست داشتنی بود. میدونستم لحظات با ارزش و اصیلی رو دارم تجربه میکنم و ثبت کردنش هم برام مهم بود. فرشته خانم هم داشت نونهای آخر رو درست میکرد. ترکیب سرمای بیرون و بوی خوش نون تازه یه فضای خاص و فراموش نشدنی برام ایجاد کرد. واقعا اینکه به زودی از فرشید و خانواده‌اش جدا میشدم ناراحت کننده بود برام. فرشید وقتی فهمید میخوام برم انگار ناراحت شده بود و رفت پشت خونه. منم رفتم یه خداحافظی مردونه‌ای باش داشته باشم. فرشاد پسر بزرگ خانواده قرار شد منو تا نیمه مسیر همراهی کنه. در مسیر برگشتم به آقا نوری برخوردیم که داشت از چرا برمیگشت. خیلی خوشحال شدم که هم آقا نوری رو میبینم و هم این مناظر زیبای حرکت گوسفندها رو، ولی دیگه باید دل میکندم. مسیر پر برف بود و گاهی بالاتر از زانو در برف فرو میرفتیم. البته یکی از زیباترین مناظر جنگل برفی رو داشتم میدیدم. بین مسیر به خانواده دیگری رسیدیم که از بستگان آقا نوری بودن و امان خانم رو دیدم که در این منطقه زندگی میکردن. وقتی تنهایی مسیر رو در جنگل ادامه میدادم فرصت بیشتری بود به اون چیزی که دیدم فکر کنم و اینکه همش شبیه به یه رویا بود و داستانهایی که من رو به این خانواده و سفر رسوند. در نهایت با این منطقه خداحافظی کردم تا راهی مقصد دیگری در استان گیلان بشم که داستان دیگری در انتظارم بود و زندگی میتونه همیشه پر از داستانها و شگفتی‌هایی باشه که ازش اطلاعی نداری. پایان.